نامی من بهروز. حاضر ما در وشاب در کوهستان تاجیکستان. امروز توی دوداری اکای جرای ما دروب. همین جوی ناگز جوی بهترین در همه تاجیکستان بافریقا، برای آنکه جوی سالکین، جوی سودا. من میدونم همین وادی این ناگز حاضر تابستان در تاجیکستان، لیکن اینجا ناگز. الان من در دوشنبه زندگی میکنم. در آنجا من زبان تاجیکی میآموزم، لیکن ها بسیار جورای ما در آنجا دارم. یک دروب و از همین کشلوک. حاضر من تماشا میکنم، جشن میگیریم امشب و ما بعد دوشنبه برمیگردم. حاضر من فقط دانشجو در زبان تاجیکی، لیکن ها ممکن آینده کتی دیگر کسی خارجی ها من در یگان کور میکنم یا میبینم چی پلان دارم. دوستای من برای تاجیکستان کوهستان در شتاتم در آمریکا کوه داریم، لیکن رنگی تپه رنگی کوه نیست. فکر من میدونم تاجیکستان 93% کوه، برای همین سبب من تاجیکستان مقبول. کاس از تاجیکستان ناگز هم انجوی دیگر. من میدونم دیگر جو ممکن دیگر چیز در دیگر جو بهتر یا دیگر چیز در دیگر دولت خوب نیست، لیکن برای تاجیکستان این زمینی زیبا کسی خوب، کسی که دلی خوش شده دارد. با فکرم آش از افکار دیگر بهترین، لیکن من هم مقبول کروتوب، سمبوسه. در دوشنبه ما بسیار هات داگ خوردم، نمیدونم برای چی، نفهمیدم. برای اینکه هات داگ این افکار امریکانسکی، لیکن میشه یکم وقت هات داگ خوردم. سوسیسکت و تست بهتر از هات داگ فرق نیست. دیگر افکار نانی تاجیک از نان یا خیلی از همه جهان بهتر است. اگر یک دانه نان گرم میگیرند این بهترین. خیلی مایلی ناگز مانین.